عشقش سه چیز است هر وقت که بیایی ترشه تره و اشبال ماهی. یالا قربان دستشون در خوش قربان. زوی گیلانی وسط ونکوور. اینجا تو ونکوور شنیدم. بزن بریم ببینیم راسته یا دروغ. گیلانه فقط غذاهای شمالی داره، فقط غذاهای یعنی کباب ترش ما رو باید بخوریم کیف کنیم. کباب ترشای ما، خورشای ما، جوجه ترشای ما اصلا نامبر وان دیگه، نامبر وان. ما یه پلو کباب داریم که مخصوص گیلانه، هیچ جا دیگه نیست. سینی شما سینیشو زحمت بکش، کباباشو من براشون عالی. کباب ترش براتون میذاریم قیامه، بعد براتون با باقلا قاطق میاریم با گمش. خیلی خوشمزه است. مزه ماست محلی ها رو میده. به چه عطری کنجدی. زن خیلی سینی رشتی و مشتی خدمت شما. خیلی ممنون. چقدر خوشگل. برنجشو آوردم براتون. نه برنجش چقدر خوشگل. این دلمون نمیاد که اینو بخوریم. وای برنج دودی. اینم یه برنج. وای ما دلمون نمیاد این غذاها رو بخوریم که. به من داغه شما. مرسی. اشبال ما اینو بگی این نگین این سفره است. اشبال ما ایسیفی. اشبالو ببین. اینجا داشته باشین این بادمجون کاله کباب ماست موسی کاله باقلا مغز گردو دختر خوشگل. این برگ مخصوص ما گیلانه است. این کباب ترش ماست. اینم چنجه و اینم دیگه بالا میسر زیتون پرورده دیگه. چی میکنم خوش باشید. دستتون در نکنه. اینم باقلاقاتو ما پاچه باقلای رشت نیا بکن فقط وای نیا بازی میکنم. به توسط پیمان جان من گیلامن ما این دو سفره رشتی و مشتی برای شما دوستای عزیز بار خیلی ممنون. خیلی ممنون. بچه وای برنجش کنچی به به. کباب ترش رو برمیداریم. به 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 به. اشبال ماهی. گردو. کباب و اشبال و گردو. قشنگ رفتم بهشت و برگشتم. میشه جون. یادمون رفت هست کاله کباب با بادمجون درست میشه. بذارید که نشونتون بدم چیه. به نظر چیز خوبی میاد. کباب سلطانی و اشبال گردو یه کوچولو باقلا قاچوق هم باش میکس میکنم. ببین چه هنری. انگار گیلانیم. ممنون از پذیراییشون و غذای عالی.